پانفارسیسم امروز در ساختار فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی ایران ریشه دوانده. فرقه‌ای که ضد ایرانی ترین و دشمن ترین نگاه را به اتحاد فرهنگی و اتنیکی کشور دارد. این افراد هرگز ایران را همان گونه که هست نپذیرفتند و هرگز نخواهند پذیرفت. چند هست که با تبلیغات سمی و سیاست‌های تفرقه افکنانه شکاف‌های عمیقی در بافت اجتماعی ایجاد کرده و اتنیک‌ها را در برابر یکدیگر قرار دادند. نسلی که تحت تاثیر این تفکر رشد کرده اسیر باطلاق ضد هویتی می شود. روزی کریسمس را جشن می گیرد، روز دیگر نوروز. روزی نماز خوانده و روزه می گیرد، روز دیگر صلیب بر گردن انداخته و به نام پدر و پسر می گوید و گاهی بیدین است. از هر فرهنگی تکه‌ای را گرفتند اما ریشه‌ای در هیچ کدام ندارند. فحاشی جای ادب را گرفته، تحقیر جای احترام را. نتیجه این تربیت فرزندانی نژاد پرست، بی تفکر و بی هویت است. پانفارسیسم نه تنها ملت را از هم جدا کرده بلکه پیروان خودش را نیز از درون تهی کرده است. عملاً افرادی بدون تفکر، فحاش، جامعه ستیز بار آورده که از مدرسه تا رسانه، از دانشگاه تا ورزشگاه همواره در حال تخریب فرهنگ‌های بومی کشورند. سالها مسمومیت فکری نسلی ساخته که نمی‌داند از کجا آمده و به کجا می‌رود. این نسل به جای بهره‌گیری از مغز و اندیشه در لجنزار نژادپرستی و تقلیدهای بی اساس غرق شده است. جامعه‌ای که به جای اصالت و اندیشه نفاق و تعصب را در پیش گرفته نمی‌تواند آینده‌ای روشن برای خود تصور کند. مبارزه با پانفارسیسم تنها دفاع از یک اتنیک نیست. این مبارزه نجات ایران از سقوط در مرداب بی‌هویتی و تفرقه است. ایران زمانی پیشرفت خواهد کرد که همه نه در شعار بلکه در واقعیت احترام و حقوق برابر را ببینند.